راز خورشت قیمه‌ای که عطرش تا 7 تا خونه اونورتر بره و مزه قیمه نظریای 23 سال پیشو بده اینجا. باید پیاز رندیده رو توی روغن حیوانی تفت بدین و سبک که شد گوشت قیمه‌ای رو با یه ماهیچه و ادویه‌های توی کفش چوب دارچین و زعفرون تفت بدین تا رنگش برگرده و آب جوش بذارین 3 ساعت بپزن. لپه‌های خیس خورده رو هم جدا توی روغن حیوانی تفت بدین و با پیاز و آب بذارین بپزن و اینجوری نرم شن. اینجاش مهمه. پیاز رندیده رو توی روغن حیوانی تفت بدین تا طلایی شه، بعد رب گوجه رو توش سرخ کنین. روغن حیوانی تخمیری هالین با عطر و طعم ملایم و دلپذیرش مناسب برای پخت و پز و سرخ کردن. محصولات تخمیری هالین سرشار از خاصیتن. به رب سرخ شده زعفرون بزنین، لپه‌هایی که پختین رو یه همی باهاش بزنین و 1 ساعت آخر پخت خورشت قیمه لیمو امانی ها و رب و لپه رو به خورشت اضافه کنین. راز اصلیش هم اینجاست که وقتی از روی حرارت برش داشتین بهش گلاب، زعفرون و روغن حیوانی اضافه کنین و 5 دقیقه بعد این میشه خوشمزه ترین خورشت قیمه‌ای که تا حالا امتحان کردین. آفرین بهنام.